عباس کریمی پسر معلول افغان که بدون دست به دنیا آمد در آمریکا همه را شگفت زده کرد. با من حمید دانشفر از چینل دی تیوی همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دی تیوی خوش آمدید. عباس کریمی نامی است که این روزها در سایت ها و شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان هاست. اما وقتی به دنیا آمد پدر و مادرش به جای اینکه از تولدش خوشحال شوند، از سرنوشت و آینده این فرزندشان به شدت نگران شدند. به خاطر اینکه عباس بدون دست به دنیا آمده بود. اما حالا او برای مردم افغانستان یک قهرمان است. لطفاً تا آخر ویدیو همراه ما باشید و فراموش نکنید چینل دی تیوی را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز باخبر شوید. بزرگترین نگرانی خانواده عباس این بود که او وقتی بزرگ شود بار دوش آنان خواهد شد. اما پس از 1.5 دهه حالا خانواده عباس نه تنها از آینده او تشویشی ندارند بلکه به وجود او افتخار میکنند. عباس در رقابت‌های قهرمانی ایالتی آمریکا در 4 سهم 4 مدال طلا به دست آورد. در سال 2013 در مسابقات بین‌المللی شنا در ترکیه برای اولین بار توانست به نمایندگی از افغانستان برنده جایزه مسابقات معلولیت ناتوانی نصف شود. در این مسابقه شناگران معلول از 35 کشور جهان شرکت کرده بودند و عباس در آن مدال طلا و عنوان قهرمانی را کسب کرد. علی کریمی برادر عباس کریمی میگوید از اینکه برادرش برای مردم افغانستان افتخار کسب کرده خرسند است. جای خوشحالی و افتخار برای تمام مردم افغانستان خصوصا برای خانواده‌اش است. برادر عباس کریمی میگوید بسیاری از مهارت‌ها و استعدادهای او را پیش از این که مستقیما خبر شود از طریق رسانه‌ها شنیده است. او میگوید من شنیده بودم که عباس رانندگی میکند اما ندیده بودم. اما زمانی که عباس موتور خودم را رانندگی کرد من تعجب کردم که چگونه این امکان دارد. عباس کریمی میگوید وقتی در افغانستان در مسابقات سراسری برنده شدم و مدال طلا گرفتم، کمیته ملی المپیک برایم وعده داد که 10,000 افغانی به من هدیه میدهد اما مقامات ندادند. از برخورد با معلولین در افغانستان سرخورده شدم و بعد از آن به ایران رفتم. سپس غیر قانونی وارد ترکیه شدم و خودم را به سازمان ملل معرفی کردم. اولین باری که خانواده عباس متوجه استعدادش شد، مهارت او در یادگیری مضمون‌های مکتب بود. خانواده او در نخستین روزهایی که عباس به مکتب میرفت متوجه شد که او استعداد فوق‌العاده‌ای دارد و در درس خواندن نسبت به همسنفیانش و سایر اعضای خانواده پیشتاز است. عباس نوت‌های صنف را با پایش نوشته است و حتی قادر است تا با یک پا بایستد و با پای دیگرش روی تخته صنف بنویسد. کریمی در حالی که با پایش می نویسد نظر به تمام همسنفیانش و اعضای خانواده‌اش خوشخط‌تر و با سلیقه تر است. وی تا زمانی که در داخل افغانستان بود آنقدر مشهور نبود، ولی از وقتی که افتخاراتی را بعد از مهاجرت کسب کرد به الگوی یک معلول موفق در داخل کشور تبدیل شده است. وقتی عباس بزرگتر شد به دلیل نداشتن 2 دست و کمبودی که از این ناحیه حس می‌کرد از درس و مکتب دلسر شد، ولی خانواده او تلاش کرد تا عباس در هر رشته‌ای که شوق دارد مصروف شود. این جوان ابتدا به ورزش‌های رزمی روی آورد و بعداً علاقه‌مند شد تا شنا یاد بگیرد. قاسم حمیدی ترینر تیم ملی آببازی در مورد نخستین روزهایی که عباس به شنا روی آورد میگوید عباس در ابتدا کم و خیلی با سختی شنا میکرد. من که متوجه شدم علاقه‌مند شدم تا کار کنم که این جوان از این حالت نجات پیدا کند. آقای حمیدی گفت که عباس تنها در مدت 15 روز تمرین توانست شنا را یاد بگیرد. ترینر عباس میگوید این جوان حتی زودتر و خوبتر از افراد سالم توانست شنا را بیاموزد. اگرچه عباس در ابتدا به خاطر اینکه یک مهاجر بود نمیتوانست در مسابقات معلولیت ناتوانی نصف شرکت کند،
اما به گفته خودش همکاری سازمان ملل و مردم ترکیه زمینه را برای او فراهم ساخت. وی میگوید من در کمپ مهاجرین بودم که از برگزاری این مسابقات با خبر شدم. در ابتدا گفته شد که نمیتوانم شرکت کنم، اما وقتی به مسئولین اصرار کردم آنها با همکاری سازمان ملل اسنادم را آماده کردند و من را ثبت نام نمودند. 5 ماه بود که تمرین نکرده بودم، اما مردم ترکیه برایم چندی قبل از آغاز مسابقات زمینه انجام تمرینات را فراهم کردند. این نخستین بار نیست که عباس برنده مدال طلا می شود. او پیش از این در مسابقات داخل افغانستان نیز مدال طلا به دست آورده است. زبیر یکی از ورزشکاران رشته شنا که خود نیز معلول است میگوید در مسابقاتی که بین آببازان در کابل برگزار شد عباس توانست مقام اول را کسب کند. او گفت خوشبختانه عباس توانست که در دسته کسانی که دست ندارند مدال طلا را کسب کند و من توانستم مدال نقره را کسب کنم. در همین حال رئیس فدراسیون شنای افغانستان میگوید عباس کریمی نخستین مدال طلا را به نام ورزشکاران معلول این کشور ثبت کرد. ظفر جلال رئیس فدراسیون شنا گفت که کسب مدال طلا توسط عباس کریمی سبب شده تا تمام ورزشکار معلول برای به دست آوردن افتخارات بیشتر تلاش کنند. گفته می شود که عباس کریمی با به دست آوردن این مقام می تواند مستقیما به مسابقات جام جهانی پارالمپیک برود. این در حالی است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین معلول را دارد. حکومت افغانستان برای اینکه شغلی برای معلولان بیکار پیدا شود، آنها را در استادگاه‌های موتر موظف کرده تا در بدل تنظیم وسایط از دریوران پول بگیرند، اما دریوران اکثر اوقات با آنان برخورد نامناسب می‌کنند. شماری از معلولان افغانستان هم به گداهایی تبدیل شده است که در کوچه و بازار و با خوابیدن در پیاده‌روها نان بخور نمیرشان را به دست می‌آورند. هدف مسابقات ورزشی که میان معلولان در ترکیه برگزار شده بود، نشان دادن توانمندی‌های معلولان و مبارزه برای زدودن طرز فکرهایی بود که گویا معلولان بر دوش جامعه هستند. شناگر معلول افغان برنده 4 مدال طلا در مسابقات در آمریکا شد. این مطلب این روزها در تمامی سایت‌های خبری به چشم می‌خورد و از عباس کریمی به عنوان اسطوره این ورزش یاد می‌کند. عباس در رقابت‌های قهرمانی ایالتی آمریکا در 4 سبک 4 مدال طلا به دست آورد. وی روز دوشنبه 9 دسامبر در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت روز سوم هم به خیر و خوبی تمام شد. در 3 روز 8 بار در 4 سبک‌های مختلف شنا مسابقه کردم و در سبک‌های 50 متر پروانه، 50 متر کرال پشت، 50 متر فریستایل و 100 متر فریستایل مسابقه دادم. کریمی در ادامه نوشت الحمدلله در همه سبک‌ها در مسابقات سراسری بین تمام ایالات متحده آمریکا اول شدم که یک مسابقه تمرینی خیلی خوب و عالی بود. انشالله تمام آمادگی‌های خاص خود را برای مسابقات بین‌المللی سال 2020 و همچنان بازی‌های پارالمپیک توکیو خواهم گرفت. از افتخارات دیگر عباس کریمی میتوان شرکت در رقابت‌های جهانی شنا در ایندیاناپولیس آمریکا سال 2018 و کسب مدال طلا، در سال 2017 رقابت‌های جهانی مکزیکو سیتی مدال نقره و در سال 2013 برای اولین بار به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی شنا در کشور ترکیه اشتراک کرد و جایزه مسابقات معلولیت ناتوانی نصف را به دست آورد. نظر شما در مورد عباس کریمی که با وجود نداشتن دست در صدر بهترین های جهان است چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدار.